سلام، از ادب. داوود مرادی هستم، شرکت تحقیق سازان صنعتکار. حالا این مواردی که من امروز دوستان میخوام بهتون بگم که شوتناخاله تو پروژه بزرگ چه اهمیتی داره، چه معقوبه صرفه است و هزینه ها رو خیلی کم میکنه. این حجم نخاله تو یه طبقه است. فکر کنید یه طبقه این حجم نخاله واسه یک روز، حالا میخوان سریع بریزن پایین، فکر کنید 40 طبقه است یا 20 طبقه یا 30 طبقه است. این حجم نخاله رو نمیتونن با آنیماش یا با تابر ببرن پایین، چون که معقوله صفحه‌شون نیست. و شوت نخاله الان اینجا کارایی داره واسه شون. خب این پروژه ها باید شوت نخاله بزنن. قطر استاندارد شوت نخاله هم بهتون بگم از ورق 2 میل سیاه فولاد بومرایی که قطر 54 جواب داده. حالا دوستان حالا میگن ما قطرهای مختلف میدن، بله تا قطر یک متر هم شاید جواب بده، قطر 60 میده، ولی این قطر معقوبه صرفه است و هزینهش کمتره و مشکلی پیش تو پروژه نمیاد. و من همزمان دارم 3-4 تا پروژه میذارم و هیچ مشکلی پیش نیامده. گفتم این مسئله بهتون بگم. و شوت نخاله هم یه قانونی داره، یه تایم خاصی داره ریختنش، دپو میکنه و یه ساعت مشخصی داره و تخلیه میشه. این موارد حالا من به فیلمش هم گرفتم که بگم توضیح بدم بهتون. باز حالا مسئله اگه بود میتونید از من مشاوره بگیرید و هم میتونم میام سر پروژه جاهای شوت نخاله‌تون رو بهتون بگم کجا بهتره و قرار بدید و زود تخلیه بشید. الان این پروژه مثلا همزمان 2 تا شوت نخاله داره که هم سمت شمالیش داره هم سمت جنوبیش داره. پروژه نارنج 8. خب یکی نما زدیم یکی داخل ساختمون زدیم. حالا گفتم موارد رو بهتون بگم. حالا باز اگه دوست داشتید مشاوره چیز خاصی میتونید با من در تماس باشید. در خدمتم. خدا نگهدار.